بیا تا به شادی دهیم و خوریم، چو گاه گذشتن بود بگذریم. به نام خداوند جان و خرد. درود بر دوستان گرانقدرم. وقتتون بخیر و شادی و آرامش، تنتون سالم، دلتون شاد، جانتون آرام. این بیت حس عظیمی از یک افتخار، درس بزرگ، یک نکته مهم تو زندگی بهم میده. انسان به کجا میتونه رسیده باشه از نظر بزرگی، فهم، درک و شعور، که با این که تمام پیشبینی ها این رو بیان میکنند که در زندگی به زودی تمام آنچه که داره از دست خواهد داد و به مرگی ناجوان مردانه کشته خواهد شد، اما در این لحظه خاص که زندگی مال او هست قدر زندگی رو بدونه و در وقت مردن به فکر اون بیفته و قصه‌اش رو اون زمان بخوره. ماجرای سیاوش از زمانی که خواب میبینه و آگاهی از این ماجرای غم‌انگیز زندگی و با همه اینا ساختن شهری که مثل و مانندی نداشت، بیانگر نوعی فلسفه زیبا برای زیستن هست. آینده حتی اگه قابل پیش بینی هم باشه باز در دسترس ما نیست. مهم الان هست که باید ازش استفاده کنیم و تا میتونیم از غم به دور باشیم، با شادمانی هر آنچه که داریم، چه مالی، چه معنوی، چه بخشش های فکری، اندیشگانی، اونها رو با شادی تقسیم کنیم، خودمون هم استفاده کنیم و هر وقت زمان گذشتن و گذاشتن بود به راحتی از آن بگذریم. آینده حتی معلوم مهم نیست، مهم اکنون هست که باید از اون استفاده ببریم. فلسفه بسیار زیبایی است، همون غنیمت شماری وقت، همون لذت زیبای کایروس، لحظه زیبایی که به ما بینش میده، آگاهی میده و به ما یادآوری میکنه که تغییر بزرگ رو در زندگی انجام بدیم که مهمترینش استفاده از وقت، استفاده از زمان هست. قدر دانستن اون لحظه و زمان و مهمتر از آن خوشبختی رو برای خود و دیگران خواستن، شاد بودن رو، بخشش رو، داشتن رو، سهم خود و دیگران دانستن. بیا تا به شادی دهیم و خوریم، چو گاه گذشتن بود بگذریم.